همین دو عکس میله، یک حضرت آیت الله خامنه ای رو میله، یکشی ترومه. به سر حضرت آیت الله خامنه ای که قرآن این همه مردم مفهمه که کلی دنیا میشناسه که یه آدمی با خدا و با قرآن هست همیشه. ولی تروم میله که این بسیاری دلار داره، این میره اشتباه میله دوستا. این تروم اگه دلار میده که این همه سر کشور حمله نمیکرد. اگه این سیر بودی گوشنده نبودی که حمله نمیکرد. مردم گوشنگی حمله نه یا سیری، این میز گوشنگی حمله نه که سر از او کشور حمله نه او رو غارت نه، سر از او مردم حمله نه او رو غارت نه، او رو دبانه میگیره، بانه یک چیز اقضا رو مخوره. اینا خودش که غیرت نداره که کار کنه مثل کشورهای دیگه و زحمت بکشه، پیشرفت کنه، خرج کنه، خودش پورا کنه. اونا غارت نظر طرف غارت کرده برده مخوره. از گوشنگی اینمی دلار بلی سر ترام اشتباهه.